وقتی همون تیفلک 7 روزه شد حضرت از بس که علی کرم الله وجهه بسیار فقیر بود، کمبغل بود، چی نداشت، 2 گوسفند گرفت و اومد خانه حضرت علی. قضای الهی حضرت علی در خانه نبوده است و چی کاری و چی مهمه خوری شده بوده است. در اومد حضرت سوال کرد که علی کجاست؟ بیبی فاطمه گفت که از خانه خورید شد. نه ایستاد منتظر شود که کی علی میآید. حضرت دست و آستینش بر زده خودش شروع به کشتن گوسفندا کرد و بیبی فاطمه را هم امر کرد. گفت یا فاطمه احلقی رأسه. فاطمه گفت سری کودک بتراش و توزنی و تصدقی بوزنه من وریق، وزنش بکش و با وزن موی سرش نقره صدقه کن. نگو که ولی خیلی صبر کن تو تراشیده نمیتونی روزی شوهرت علی بیاید با سر بتراشه. نه، او کاری خیلی تأخیر پذیر نیست. 7 روزگی ده ببینه آدم باید تأخیر نکنه. و خودش حضرت شروع به کشتن گوسفندا کرد. همین وقت حضرت علی اومد. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی سوال کرد. گفت یا علی، گفت پسرچه مرا چنان کردی؟ سلام دوستان، بسیاری شما از پروستاتیت تقمسی میکشیده. مرحمت برادرها، به شما توصیه میکنم полноценный курс лечения برای پروستاتیت. ان شاء الله که هم مردونگی به خود میکنه، همچنین желание هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، 2 دانه روغن خیلبا، 1 تا قیصل هندی، 2 پاچکا فیتو سویچا. غیر از این شرکت شفافارما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارند هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. حضرت بسیار محتاط بودن که مردم نام خوب بگذارند، نام زیبا بگذارند. هم تصور کنید که در همون زمان عربی جاهلیت هم همین نام‌های حیوانات و درنده ها را می‌موندن. نام یعنی مثل که در ما عادت است داس می‌موندن، بلغه می‌موندن، تبر تشن می‌کردن، همین خیلی نام زیاد بوده است. اما حضرت نمی‌خواست که مسلمان هم خیلی نام‌های مجهول بگذارند. گفت یا علی، گفت سرچه مرا چنان کردی؟ خیلی حضرت علی پهلوان های آخی، مرد میدان با جنگاور اسلام های تخت. این حضرت اسدالله هست، اسدالله شیر خدا. گو یا رسول الله حرب، من همین قصد دارم که همین پسرچه من نامش حرب مانم. مقصد نقشه کشیده بودم که اگر خدا بچم بتا نامش حرب میمونم. حرب یعنی جنگی، جنگی در خدمون همین جنگی ها بسیاره. که حضرت رد کرد، گفت نه، پسری من نامش حسن، این همین امام حسن رضی الله تعالی عنه، پسری من نامش حسنه. حضرت هم نقشه کشید. حضرت علی گفت خدایا بچه که دیگه بتا انشالله نامش حرب میمونه. وقتی نیتی دیری نمایی این بچه ها شدیده همین با همین سریم نوانی و سپورت زوق دوران در مایک های و اف سی نوشتگی و در پشتی مایک صورت حبیب زدگی و این حضرت علی هم جنگاور بود. این جنگاور مردم در همون خوب هم جنگ خوب ببینم. 1 سال بعد میگه در همون خاندان باز یک پسرچه دیگه به دنیا اومد. یک پسرچه دیگه. با میگه حضرت همون 2 گوسفند گرفت، 7 روزگیش آورد. اینا حضرت علی به دست علی را به واسطه امر کرد که سرش بتراش. و سوال کرد یا علی، گفت این پسرچه ما چنان کردی؟ گفت یا رسول الله، من هم کلالیش قصد داشتم که حرب نام کنم، شما حسن گفته، من گفت شما را نکردم. اگه نیت من میگه که همیشه حرب شود. که نه، گفت حسین اینامی. حسین اصلا اسمی تصغیری در زبان عربی، فعیل. به جایی که فضیل دیده، حسین دیده، مقصد که شعیب دیده، این نام همون خدمون جان میگیم که آخرش دار، حسن جان، فلانی جان، نبی جان، همه جان هم اسمی تصغیری زبان عربی، همه صیغه فعیل. گفت نامی حسین و به خاطر اون که ما بود با حضرت علی قصد نکنه که خداوند یا بچه که دیگه بتا ایش البته حرب نام میکنم، تأکید کرد که یا علی اقبح الاسماء الى الله حرب و مره. یا علی گفت قبیح ترین بدترین نام در پیش پروردگار نام یعنی حرب، جنگی و نامی تلخه که رشقه و همین چیزایی خدا را خوش نمیآید. انسان در پیش پروردگار کرامت داره، شرافت داره. ولقد کرمنا بنی آدم،
خداوند در قرآن میگه ما بیشک فرزند آدم مکرم خلق کردیم. برای همین عیب است که فرزند آدم نام مجهول داشته باشد، نام حیوانا را در فرزند بگذاریم. سبحان الله. یک زمان همی گرگ و گرگلی و همین چیزا زیاد بود. خدا را شکر که الحمدلله امروز خیلی مردم آگاه و بیدار شده گیرد. این نامو را هرچی تر کرده گیرد. نباشه همین کدام دهایی که میرفتی یا جنگی بود و یا ناموی بود پخال و زاغ و فلان و بسمزان و جای شکر است که الحمدلله رب العالمین امروز مردم سعی میکنن که نام خوب و زیبا بگذارند، زیرا این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت در حدیث گهربار خویش میفرماید که انکم ستدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم. شما را فرد روز قیامت به نامهاتون و نامهای پدراتون صدا میکنند. فلانی فرزند فلانی، فلانی فرزند فلانی. بعد حضرت تاکید کرد گفت فاحسنوا اسماءکم. از همین خاطر سعی کنید که نامهای خوب و زیبا در فرزنداتون بگذارید. ببینید یعنی که حقیقت سنت فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و باز به خاطر اون که مبادا در آینده یگان عقلت پیدا نشوه و بگه خیر ما کجا و پیغمبر کجا، ما پامونه با پای پیغمبر دراز کرده نتونیم ترک سنت ترک نکنن. حضرت برای ما شما را توصیه داد. حضرت گفت کل غلام رهینتون به عقیقتی. هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. یعنی محفل عقیقه در تقدیر آینده کودک البته تأثیر خیش میگذارد. کودکی که از خوردی، کودکی که از نکاح حلال شده است، از دامان زن پاک دامن مرد صالح به دنیا آمده است، در خوردی عقیقه شده است، دستش حلال کردن، در گوشش اذان و قامت گفتن، پدر و مادر مؤمن و مسلمان ای خوردی با خدا و پیغمبر آشنا کردن و کودک اخلاق و آدابش آموزاندن. انشالله او یک فرد خوبی جامعه می شود. فایده و منفعت هم به پدر و مادر می رسه و هم به تمام مردم جامعه. و فرزندی خوب و صالح باغی پدرای، زنده گرداننده نام پدرای، دوام دهنده کاری پدرای. بسیار بسیار مهم است برادرای عزیز که بعد که همون محفل عقیقه را برگزار ساختیم و فرزند به عقلتر و کلانتر شد، کودک آداب و اخلاق با آموزانه، تعلیم تربیه بگیرن، یک فرد خوب و صالح جامعه شوند. دیده کودک اگر یک کاری خیر خوب کرد میگم بر پدرت رحمت، به خودش نه بر پدرت رحمت. اما خدای نکرده یگان کاری بد، یگان کاری ناخوب کرد، لعنت میشنوه بیچاره پدر. چه لعنت نمیگن، لعنتیش نمیگن، میگن بر پدرت لعنت یا بر پدری فلانی لعنت. برای هر کس کند با خود کند، خواه نیک کند خواه بد کند. همین باید که حلقه گوشمون باشد. خدا را شکر که ما و شما الحمدلله اکثریت مردمی که شیشتگیم همون زمانهای شوروی را در او کردگیم یادتون است که چخیل در تعلیم تربیه فرزند همون مردم اهمیت نتا نه که روی وقتی سین سالش رفت چپ کاملتر کرد با میگن خدا رحمت کنه پدر همیشه هم خیلی گفته بود، پدر نمی خیلی نصیحت کرده بود، همین در گوشون صدا دادن میشتن. سعی کنه بچه وظیفه جانی مونه به خدا. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدام شما به حیث چوپان و پاسبان هستی و هر کدام شما مسئول هستی. از رعیت خطاب باید جواب بگید، خاصتا از همین فرزند که وقتی به راه درست هدایت نکردیم، ای خوردی تعلیم درستش ندادیم، اصلا همین عقیده هم از خوردی توسط پدر و مادر در وجود او فرزند جا می شود. بعدا وقتی که رو به رحم خدا گذاشتیم شو، او جای خالی را حتما پر میکنند، او وکوممتا نمیموند. اما شاید کسایی پرش کنند که عقیده های ناخوب و ناخوش دارند، عقیده شو خلاف عقیده اهل سنت و الجماعه. همین که در جامعه اینقدر مردم بد عقیده پیدا شدیان، اینقدر مشبهه و مجسمه پیدا شدیان، شما فکر نمیکنه که یک عیبش همین عیب پدرها عیب خود نونه به خدا قسم. ما همین مسئله آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره، اوه همین ایمان مفصلی که الحمدلله تعلیم گرفتیم در خوردی رنگ همین پرنده در دهن پرنده لقمه میمونه که از دهن پدر و مادرامون شنیدیم از یاد کردیم.
امروز کسی در قصهش نیست. بعد الله وصف میکردن با چه شکلی خداوند بیچون و چگونه درباره پروردگار و ذات پروردگار فکر نکنه. لیس کمثله شیء. با خدا قسم زینه و تحقیرسی همه یعنی عقیده اهل سنت و الجماعه را از خوردی در ذهن جمع میکردن. با خاطر ارواح گذشته دعا کردن مستحبه، قرآن خوندن مستحبه. همه را پدر و مادر ما را تعلیم دادن. کی تعلیم داد است نباشه؟ امروز اگر ما نکردیم بعد سرمون چی میمونه؟ این راهی غلطی بعضی جوانایی که رفته استیان به تاسفانه و اما عقیده‌ای را که به نام عقیده اهل سنت عقیده سلف صالح در بین جامعه انتشار داده استیان، همین راهی بعد خود به خود پیدا نمیشه. آدمی که تحقیرسی مستحکم داشته باشه او را گمراه کرده نمیشه. اساسا گمراه کی را میکنن؟ در خوردیان همون ما الحمدلله اکثریت مردمی که شیشتگیم همون زمانای شوروی را در او کردگیم یا تونسته که چخیل در تعلیم و تربیه فرزند همون مردم کوشش میکردن. هم پدر و مادرامون بابا و بیبیامون اگر چند معلومات کافی نداشتن معلومات دینی اما نگاه کنه اما ایکلونا که شنیده بودن تعلیم میدادن فرزند را. بچه‌ام با دستی راستت بخور پیش ای خوردن بسم الله بدم خیر از هر جا قبل نزن ای پیشکی خودت بخور. ای بچه همین کارا کجا است؟ ما هم پدران نیستیم؟ باید ما فرزندان خود را تعلیم کنیم. بچه هم ای خود کلو را احترام کن. همین ای خود کلو را دیدی در سلام بته تو پیشکی سلام بته. همین اگر بپرسیدی شو که این گپا را کجا گفت میگه که پدرم هم خیلی گفته بود، بابام هم خیلی گفته بود، مادرم گفته بود. امروز الحمدلله میدونیم که همین سنت پیغمبر بوده است. همین پیغمبر امتاش هم خیلی تعلیم میداده است. ببینید هم خدا برکت بده پدرای هم و باباهاشون که سنت پیغمبر را در میان مردم زنده کردن، مردم را تعلیم دادن. این همین روز ما افتخار میکنیم که طریقه طعام خوری ما از بسیاری مردم فرق میکنه. آداب و اخلاق طعام خوری ما خوبتر و بهتر است. سببش هم میدونید بچه‌ها حتی در کیستان یگان کیستانی را دیده که خوراک بخوره خوراک دستی را بود دستش در درون طبق بتکه نمیتکه. همین ترک آداب بدونم یک کاری ناخوب زشتی حساب میکنم. در صورتی که میبینی از مملکت‌های دیگه حتی بعضی علمای دینیش عقل فراست ندارن دستشون در دوی طبق میتکن. طریقه خوراکشون هم میبینی تعبیر آدم خیره میشه. از کجا یاد گرفتن اینا در همین کیهستان حتی اگه شهر آباده الحمدلله. اصلا همین تمدن خودش از ریشه همون مدینه گرفتگی، یعنی اخلاق و آداب زیست در شهر شهروندی شهر حساب میکنن. همین من یقین دارم که همون داملهایی که رفته در بخارا خوندن مدرسه های بخارا را ختم کردن اون میگشتن می اومدن که مردم ها تعلیم میدادن که الحمدلله چی در تهدشته و چی در حتی همون کیستانا مردم یک اخلاق و آداب طعام خوری خاصه دارن که دیگر مردم به ما هوسشون میآید حسد میبرند. انمی را باید در بین مردم زنده کنیم. باید در بین مردم زنده کنیم. و بچم ای میونه طبق خب نزن میگفتم خدا رحمت کنه پدر ما که برکت همه پرونه آدم باید ای پیشش بخوره. با خدا قسم میمیره در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدم که خداوند برکت میگه در بین طعام میگذاره برای میگه ای پیش خطو بخوره برکت قد نمیشه برکت زیاد های مقصد که مردمی زیادترک ایامو طعام استعمال میکنن سیر میشه. یا مسئله که ای دستی رزقتی بخور ای پیشت بخور در صحیح بخاری اومده بود است. همون سواد نداشتن بیچاره صحیح بخاری را نمیفهمیدن. نه که غیرت داشتن ناموس داشتن یک انصاف داشتن. پدرم گفته بود خدا رحمتش کنه بابام گفته بود خدا رحمتش کنه مادرم گفته بود خدا رحمتش کنه همون را زنده کرده بود با فرزندان به روی خچون رسوندن. امروز ما میدونیم الحمدلله حدیث امام بخاری بود است